بیشترین پاس صحیح در یک سوم دفاعی حریفان که مال پدری با 980 پاس. جدول بیشترین تکل موفق در سال 2025 که مال نیکو ویلیامز البته میشه گفت از ناتینگهام فارست. اینجا بازیکن‌های دیگه‌ای هم داریم مثلا مویسیس کاستو از چلسی هست ولی بازیکن مطرح دیگه‌ای حضور نداره. بریم به طرف بیشترین دریبل موفق در سال 2025 که مال لامین یامال با 188 دریبل و اختلاف به شدت زیاد با نفر دوم لیگ فرست که جرمی دوکو از من سیتیه. و بیشترین پاس گل در سال 2025 که مال مایکل اولیسه است. در 5 لیگ معتبر اروپایی بیشترین پاس گل را داده. پشت سرش رایان شرکیه که آمارش مشترکاً با لیون و من سیتی و بعدش هم برونو فرناندش. و بهترین گلزنان سال 2025 در کل دنیای فوتبال نه فقط اروپا. کیلیان امباپه با 66 گل زده بالاتر از کین و هالند بهترین گلزن سال 2025 لقب میگیره. مسی و رونالدو هم هستن که نشون میده همچنان حرفی برای گفتن دارن. و بازیکنی به نام بیسولی بازیکن بولینام تایلند که نکته عجیب این لیسته با 44 گل بهترین گلزن شاغل در فوتبال آسیا لقب گرفته. و یک چیز دیگه هم که من واقعا متعجب شدم اینه که مسی امسال از رونالدو بیشتر گل زده. 5 تا گل بیشتر. مسی 46 گل زده و رونالدو 41 گل. نیمار تا سال 2026 قرارداد خودش رو با سانتوس برزیل تمدید کرده. نیمار که اصلا معجزه کرد تو 4 بازی هفته آخر لیگ سری آ برزیل و اونم با وجود مصدومیت، با وجود اینکه دکترها گفته بودن باید استراحت کنی، باید عمل جراحی کنی، نیمار بازی کرد، تیمش رو به کوپا سود آمریکانو صعود داد و بقاش رو در لیگ تضمین کرد. حالا هم سانتوس جواب فداکاری‌های نیمار رو میده و تا پایان سال 2026 نیمار خبری از بازگشتش به اروپا نیست و در سانتوس خواهد. یک تمدید قرارداد 1 ساله مقرون به صرفه برای سانتوس و بسته به شرایط تو اینکه حضور نیمار در جام جهانی رو میتونه تضمین کنه. چه جایی بهتر از سانتوس، تیم خود نیمار که بهش قطعاً دقایق کافی برای تضمین حضور در جام جهانی هم خواهد رسید. واقعا خیلی سخته بخوایم تصور کنیم که آنجلوتی نیمار رو به جام جهانی دعوت نکنه، ولی به نظرم خوب هم شد. زنگ خطر یه زنگ هشداری بود که برای نیمار به صدا در اومد که آنجلوتی با کسی شوخی نداره، حتی ولو که حالا نیمار باشه.